هموطنان عزیز، شما دلیل حضور من میفهمید که ده چند روز حرفای در امور من بوده در رسانه ها، شبکه های اجتماعی، و من میخوام که وضاحت باشم که من به سفارت افغانستان بخاطر خداحافظی یکی از دوستای بسیار عزیز ما که چندین سال اینجا سفیر بود و ما روابط بسیار خوب داشتیم و همراه ما هم دوستاشون رفته بودن، هم دوستاش افغانان زیاد بودن، ما فقط رفتیم بخاطر خداحافظی، همون محفل خداحافظی بود. رفتیم ولی با تاسف که یکی از رسانه ها این گپ دامن زد و خلاصه کلان کرد و با تاسف که طرفدارای ما را، هموطنای ما را یک مقدار پریشان ساخت. من آرزو دارم که نمی رسانه از هموطنای ما معذرت بخواه. کسی که خبر پخش میکنه باید اول خود مطمئن بسازه، 100% خود مطمئن بسازه، در غیر از او رسانه‌ای که خبر پخش میکنه اعتبار ساقط میشه پیش تمام مردم، باز به خبراش باور نمیکنه کسی. اگر در راست هم راستش به دروغ تبدیل میشه. هم مردم میفهمن که من کارنامه‌هایی دارم، سالهای سال است که من در خدمت هموطنان خود هستم، آهنگ ساختم، تصنیف ساختم، هم در غم‌وشادی هموطنان خود بودم، در خوب و خراب شریک بودم و من عاشق هنر و فرهنگ هستم و خواهد بودم.